مقام آخر جنت چه قسمی است؟ در رابطه با مقام آخرش هم برتان میگم. اول نمره جنت که گفتم برتان، آخر نمره جنت کیست؟ کل کسایی که در اینجا هستند دیگر میفهمند که آخر نمره جنت کسی است که آخرین کس از دوزخ میاد. همینطور است نه؟ خب آخرین کسی که دوزخ میاد، باز دیگه دروازه دوزخ هم بسته میشه، دیگر همیشه همونجا میباشن و دروازه جنت هم بسته میشه، دیگه کسی نمیاد. دروازه جنت باز است تا وقتی که دوزخی‌ها یکی بیان، ولی کلش خود نمیاد، مسلمانایش میاد، مسلمانای گناهگار میاد. باز آخرین دوزخی چه قسم قصه داره؟ در کتاب احادیث جالب قصه آخرین دوزخی است. او در بین دوزخ هست، راست چپ خود سیر میکنه، میبینه که هیچ کسی از کسایی که مسلمان بودن در اینجا که تزید دوزخ بودن نمانده، یکی رفته. یک دم متوجه میشه که والا کلگی رفته، یک ما ماندیم. مثلا از اینکه به یک جرم یک جا بندی خانه باشن، ولی یا یکی الاشان یکی آخری بانه، یک دفعه متوجه میشه، همینجا دیگه شروع میکنه دمی دوزخ زاری و گریه را به الله. ای خدایا مرا از بدبختین بندایت قرار نتی، یعنی کلگی رفتم من بدبختینشان بودم که در اینجا ماندیم، یا الله مرا از جا بکش. برش گفته میشه که کلگی جزای خود دیده از تو تکمیل نشده بود، ماندی، تو که تکمیل شدی میری، تشویش داره که نه که من بخی بانم. خیا الله اگر اتو است مرا از وسط دوزخ که هستم یک گوشی از دوزخ ببر تا بفهمم که من برآمدنی هستم. باز برش میگن که اگر تو امی کار برات بکنن دیگه چیز نمیخوایی، میگه نه، از پیشش وعدای محکم گرفته میشه که میبریم در کنار دوزخ، هر وقت پوره شد میبرایی دیگه وار خطایی نکنی. اوجا که در کنار دوزخ میبرنش، در اوجا باز شروع میکنه یا الله مرا به جنت داخل نکو تا وقتی که وقتم برسه، ولی از دوزخ بکش یک جای مرا نگاه کو که وقتم شد باز به جنت ببر. باز ایره میکشن ولی از پیش تعهد میگیرن. باز یک دشت، در این دشت در دور یک درخت سایه داره و جای خوبی است، میگه که یا الله مرا زیر سایه امو درخت ببر. باز برش میگن که تو گفتی که دیگه چیز نمیخوایم، خود زیر سایه درخت هم میبرم. اوجا که میره از زیر سایه درخت دروازه جنت معلوم میشه. دروازه جنت که میبینه باز میگه یا الله مرا پیش دروازه جنت ببر، سیل جنتی ها را بکنم، در او مصروف شوم، ساعتم تیر شوه، هر وقت که وقتم پوره شد مرا داخل جنت بر. الله جل جلاله برش میگه که ای بچه آدم تو چقدر عهد شکن هستی، بار بار تعهد میکنی دیگه چیزی نمیخوایم، باز دیگه چیز میخوایم، بازم میخوای. خب بازم برش الله جل جلاله مهربانی میکنه، ایرا را میبرن نزدیک دروازه جنت. نزدیک دروازه جنت که میره، جنت که میبینه دیگه اصلا تحمل نمیتونه که نخواه جنت، باز شروع میکنه که خدای مرا در جنت داخل کو. برش گفته میشه یا ابن آدم ما اقدرک، ای بچه آدم تو چقدر غدار هستی، تو چقدر عهد شکن هستی، تو گفتی دیگه چیز نمیخوایم ولی باز ایرا میخوای. خب خیلی خوب داخل شو. داخل که میشه، داخل جنت که میره، اولین چیزی را که میبینه یک قصر میبینه، قصر بسیار زیبا، یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. میگه یک قصر میباشه که از بیرون درونش معلوم میشه و کسی که درون از بیرون میبینه. قصر بلورونی بسیار شیشه‌ای صفا و بسیار زیبا و داودی میبینه که خدم و حشم میگردن و نعمت‌ها در بینش است. ایره که میبینه میگه که من صرف یک سوال دیگه دارم، فقط پرسان میکنم که لای نبی هذا، در جنت این قصر کدام پیغمبر است؟ باز برش میگن که این قصر نبی نیست، این است 10 تا دیگه قسمی پشت سر از این است 10 تا. این آخرین مقام جنت است که بر او آدمی که از دوزخ آمده برای از او قصر پیغمبر